سلام، با مجموعه آموزش‌های میزبان همراه شما هستیم. در این ویدیو قصد داریم نحوه ایجاد رکورد جدید، مثلا ای رکورد رو با هم داشته باشیم. برای ایجاد یک رکورد جدید در زوم سی پنل خودتون رو باز بکنید. دسترسی هم زمان سفارش محصول برای شما ایمیل شده به آدرس ایمیلی که روی حساب کاربریتون از قبل ثبت شده. اگر به هر دلیلی الان دسترسی به آدرس ایمیل حساب کاربریتون ندارید یا اون ایمیل رو ندارید، میتونید برای بخش فنی میزبان تیکت ارسال بکنید که ما مجدد برای شما دسترسی رو ارسال بکنیم. خب، همطور که مشاهده میکنید من اینجا سی پنلم رو باز کردم. کافیه که در قسمت زوم ادیتور وارد بشم و اینجا با در واقع کلیک کردن روی منیج میتونم تمامی رکوردهایی که از قبل ثبت شده یا قصد دارم اون رو ثبت بکنم رو مشاهده کنم. خب، اینجا میتونیم با کلیک روی اد رکورد مورد نظر خودمون رو داشته باشیم. مثلا من الان میخوام یک ای رکورد اد بکنم. در واقع ای رکورد یک رکوردی هستش که به شما این امکان رو میده یک نیم رو به یک آی پی پوینت بکنید، اساین بکنید، کانکت بکنید، یعنی این دوتا بتونن به هم ارتباط داشته باشن. خب، الان قصد داریم که یک ای رکورد داشته باشیم. ای رکورد یک نام رو به یک آی پی متصل میکنه. برای مثال من یک ساب دامنه میسازم، مثلا ساب 1 رکورد A هستش و آی پی مورد نظرتون رو میتونید وارد بکنید. خب، قبل از اینکه من این رکورد رو سیو بکنم و در واقع بسازم، میتونیم با هم اون رو لوکاپ بکنیم و ببینیم که قبل از ساخت این رکورد چه اتفاقی میفته. میتونید در قسمت کامند پرامپت یا CMD ویندوز خودتون با دستور nslookup وارد فضای اینتراکتیو این دستور میشید. سرور مورد نظرتون رو میتونید انتخاب بکنید و یا از همون سروری که به صورت دیفالت وجود داره استفاده بکنید. حالا من از قبل وارد این فضا شدم و حالا میخوام این در واقع ساب دامنه رو لوکاپ بکنم. همطور که میبینید هیچ ریزالتی وجود نداره چون این رکورد اصلا ساخته نشده. حالا با همین رکورد رو میسازیم. خب، رکورد ساخته شد بدون هیچ اروری و ساکسسفول شد. حالا مجدد با هم میریم و این در واقع رکوردی که ساختیم رو لوکاپ میکنیم. خب، همطور که مشاهده میکنید یک مقداری ممکنه که زمان ببره. خب، ساب دامنه‌ای که ساختیم رو با هم لوکاپ میکنیم. همطور که مشاهده میکنید ساب دامنه به آی پی که روی اون تنظیم کرده بودیم اشاره میکنه. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید واقع شده باشه.